به دست من رسید مکتوب مادر، چنان دردآور است جانی برادر. چو خواندم درد قلب این فرشته، گمانم این همه در خواب نوشته. ولیکن اصل حالت این چنین بود، گریبانم گرفتم پیش معبود. چنین بنوشته بود این مادر ایزار، و قلب پاره و احوال افکار. بساط عمر من یک تا پسر بود، نبود فرزند برایم بال و پر بود. ورا جان دادم و قدرم ندانست، مرا با این همه صبرم ندانست. بزرگش کردم و عقلش کمی کرد، هوایش را به دنبال خمی کرد. چو زن بگرفت فکرش را دگر کرد، نهال عمر من را بی ثمر کرد. به خانه خانه نو بر خود گشادند، مرا اندر بر خود جای ندادند. سخنهای زنش بالای سر شد، که گویا مادرش یک درد سر شد. چنین یک قصه را مادر به من کرد، درونم را گرفت یک آتشی سرد. ولیکن جز دعا دیگر چه گویم، هدایت از خدای خویش جویم. این عبدالله فدای نام مادر، چو تاج بر سر و دنیا و اختر. به سلامتی تمام مادران دنیا، زنده باشند.